توی کلوزگارد یه نکته خیلی ریز وجود داره ولی خیلی کاربردیه که خیلیاتون رعایت نمی‌کنید و اون اینه که به هیچ عنوان توی کلوزگارد کف پاتون رو زمین نذارید. یعنی چی؟ از اینجا اقدام کنم به سیزر سویپ، درسته؟ اینو میگیرم. ببینید خیلیاتون میای کف پاهاتون رو میذارید زمین. اینجا وقتی شریف میکنی راه برای پسگارد باز میشه. درست شد؟ کلوزگارد ببینید پای من چه اتفاقی میفته. وقتی باز میشه روی حریف میچرخونم. ببینید زمین نمیذارم بیارم بذارم بالا، از روی حریف میچرخونم. اوکی؟ یا تریانگل اینو بذاری زمین، این میذاره، این میذاره، اینو میذاره زمین و از این ور میزنه میاد. اوکی؟ من اگه میخوام از اینجا تریانگل هم ببندم اینو زمین نمیذارم، اینو دوباره میام رو حریف. ببینید سر میدم بعد تریانگل هم میبندم. اینو برید کار کنید.